در تاجیکستان و برای رحمانوف قانون این یگان معنی ندارد. این مثل یک به اصطلاح تاجیک‌ها دست پاکون، یک روماشه است که هر وقت خواهد میگیره دستش پاک می‌کنه به خود میپرتاید. انتقاداتی به رئیس جمهور تاجیکستان میکنن، به غیر از شما دیگران هم ازش انتقاداتی دارند، ولی هستن کسانی در تاجیکستان که خیلی صادقانه از حمایت میکنن از رئیس جمهور تاجیکستان. از دید اونها رئیس جمهور تاجیکستان کسیه که خیلی زیرکانه و به صورت مسالمت‌آمیز تونست مذاکره بکنه با مخالفان و جنگ داخلی تاجیکستان رو به پایان بده و بعد به مرور تونست که جنگ سالاران را از عرصه خارج بکنه و امنیت در تاجیکستان برقرار بکنه. اون هم یک دید به رئیس جمهوره و در طبیعتا میتونه یه عده هم طرفدارش باشه. من میتونم بگویم که رحمانوف زیرک نیست، رحمانوف مکار است و مکر این کار عاجزان است. رحمانوف کبوتر صلح نیست. رحمانوف نفری است که جنگ شهروندی تاجیکستان توسط رحمانوف و ارتش رحمانوف شروع شد و ادامه یافت. زیاده از 150,000 نفر، تصور کنید 150,000 نفر در این جنگ کشته شدند. و وقتی میگویند که رحمانوف صلح آورد و رحمانوف یک صلح آفرین است، این هم یک افسانه است از همون افسانه های هزار یک شب رحمانوف. رحمانوف هیچ وقت صلح نمیخواست. رحمانوف همیشه تاکید به تاکید میگفت. ما اینو میبینیم در هم روزنامه ها، هم در آینه نیلگون، در همه جا هست که ما با خون آمده ایم و با خون میرویم، ما مخالف نداریم و اون نفرایی که در افغانستان هستند و اون نفرایی که وطن رو کشور رو ترک کردند آنها دشمن خلق هستند، باید آنها نیست کردشان. این بود شعار رحمانوف. ما با حزب تروریستی و اکستریمیستی نهضت یگان سازشنامه امضا نکردیم. خب این شعار بود ولی بالاخره صلح کردن و عده زیادی اینا برگشتن به تاجیکستان و به هر حال کشته نشدن. ببخشید دیگه یک کشور یا یک نیروی سیاسی نمیتونه که تمام عمر جنگ کند. راضی هستید؟ و اونی که میگویند که رحمانوف صلح کرد، رحمانوف صلح نکرد. وقتی که اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیکستان در سال پنجم این جنگ شهروندی، جنگ شرم‌آور، چند روز دیگری مانده بود که اپوزیسیون دوشنبه را تحت تصرف خود قرار دهد. دیگر رحمان قدرت جنگ نداشت و اصلا اونهایی که با این عروسک بازی میکردن در کرملین مشخص میگوییم در مسکو به خلاصه آمدن که دیگر علاج نیست، دیگر رحمان نمیتواند که با مخالفینش صلح نکند و بدبختانه این صلح که واقعا مردم انتظارهای زیاد داشتند، امیدوارهای زیاد داشتند، از جمله من هم از آنهایی بودم که این صورت تبریک گفته بودم و امید داشتم که به وطن برمیگردم، امید داشتم که یک زندگی نه برای مردم ما آغاز می‌شود. این صلح رحمانوف بدتر از جنگ است. من نمیدونم چرچیل بود یا روزولت کسی گفته بود که چیزهایی هستند، پدیده‌هایی هستند که بدتر از جنگ هستند و اون چیزی که امروز در تاجیکستان میگذرد و اون زندگی که امروز مردم تاجیکستان دارند این بدتر از جنگ است و جنگ شهروندی در تاجیکستان اتمام نیافته است. جنگ رحمانوف با مردم خودش، با خلق خودش، با ملت خودش همین 21 سال دوام دارد. شما ببینید هر سال در یک منطقه تاجیکستان جنگ می شود. آخرین جنگی که بود این سال گذشته در بدخشان بود. بعد 3 روز یک سالگی ما میتونیم یک سالگی جنگ بدخشان رو به خاطر بریم که در ساعت 4 شب در ماه شریف رمضان رحمانوف به سر مردم خودش، به سر پیرزنها، به سر کودکان، به سر خلق بیگناه لشکر کشید. 4,000 افسر و عسکری رحمانوف به خانه های مردم هجوم کردند. آقای عطاالله شما درست آقای عطاالله شما در تاجیکستان هنوز هم احزاب مخالف وجود دارند. الان در حال حاضر حزب دموکرات وجود داره، نهضت اسلامی وجود داره، حزب عموم مردم که همون سوسیال دموکراسی است وجود داره، حزب کمونیست وجود داره و همه اینها هم فعالن. شما خودتون در یکی از این پیام‌های تلویزیونیتون گفتین که همه اینها هم قوی هستند.
چرا فکر میکنید که این احزاب شناخته شده ای که به سالهای سال در تاجیکستان وجود دارن و مردم میشناسنشون اونقدر نیرو و قدرتی ندارن که شماها که تقریبا مخفی هستید و کسی زیاد نمیدونه از شما مثلا قوی تر هستید؟ اول اینکه من احترام میگذارم به هم حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و هم حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و به رهبران این حزب محیدین کبری و رحمت الله ظاهری. البته اونها اون چیزی که در داخل میتوان گفت اونها میگویند و میکنند و این لایق واقعا تحسین و آفرین است. اما در تاجیکستان مناسبت با مخالفین سه راه دارد. این هر یک شهروند تاجیکستان، هر یک سیاستمدار میداند که رحمانوف تنها سه راه مناسبت با مخالفین خودش دارد. یکم ترساندن که این نفر کشور را ترک کند و رود یگانجا خاموشی گزیند. دوم زندان کردن و سیوم به قتل رساندن. این از سه متد، سه اصول امام علی رحمانوف در مناسبت با مخالفین و آن چیزی که در زیر تضییق و تعقیب هم کبیری و هم ظاهری و هم شخصیت های دیگر میکنن، این واقعا باعث ارزنده است و در بسیار مسئله ها ما با اونا چی هستیم؟ همدل، هم نوا و هم مرام هستیم.